و یک نکته جالبتر این که در آوانسیان در خاطراتش اشاره میکنه که این فعالیت‌های پیشه‌وری دقیقاً در روزهایی بود که در جمهوری آذربایجان هویت زدایی و ترکی زدایی به اوج خودش رسیده بود. قبل از اون در سالهای اول استالین دستور داده شد که زبان ترکی در سرتاسر قفقاز زبان همه باید باشه. داغستانی‌ها، چچن‌ها، اینگوش‌ها، نمیدونم ابخازها همه باید ترکی حرف می‌زدن. ادارات نامه‌های دولتی باید ترکی نوشته می‌شد. چند سال بعد ناگهان سیاست عوض شد، ترکی نوشتن حرف زدن جرم شد. بله. تصفیه بزرگی از روشنفکران، چون معمولا اونا می نوشتن، اونا دستن در کار بودن، تصفیه بزرگی، هزاران نفر اعدام شدن یا به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری فرستاده شدن. و بعد همین آوانسیا می نویسه در اوج بحران هویت زدایی هیچ کس حق نداشت بگه که وقتی سوال میشه ازش که تو کجایی هستی بگی من آذربایجانی ام یا من ترکم. ابدا باید میگفتی من شهروند شوروی ام. همین شهروند شوروی، زبان رسمی من روسه. علت این که امروز علیوف ها و دیگران روسی رو بهتر از زبان شبه مادریشون بهتر بلدن همینه. به ویژه در نوشتن هاشون در روسیشون خیلی بهتره. شما الان هم بیشتر اونایی که کارشهرخان جمهوری باکو هستن برید نگاه بکنید، به ترکی راحت نمیتونن چیز بنویسن. در همین دوران اوج ترکی زدایی، هویت زدایی است که پیشه‌وری بیشترین علاقه و شور رو نسبت به استالینیسم نشون میده و از رفیق استالین ستایش میکنه. در واقع مارکسیست بود، نه یک پان ترکیست یا یک دموکرات، یک مارکسیست لنینیست استالینیست بود. دقیقا. حالا اینها نه ملیه، توضیح دادم. ملی بودن رو با تبیین استالین شهروندی رو معنی میکنه، همون رو باور داره و با مسئله‌ای به نام پانتورکیسم مخالف شدیده و مینویسه، اونها رو متهم به شوونیسم میکنه. دموکرات هم نیست. بله. مشخصا نمیتونه دموکرات باشه. مگه در اتحاد جماهیر زیر استالین مگه 4 سال یه دفعه انتخابات میشد؟ مگه اونجا کسی حق داشت حرف بزنه؟ حتی گونده های حزب کمونیست نتونستن حرف بزنن، سرشون به باد رفت. تمام این تعریف ها نشون میداد که حکومت چگونه حکومت اونجا بوده. دقیقا وقتی تو ستایشگر اونا هستی نشون میده تو چه زمینه فکر میکنی. بله، مرتب در نوشتهاش در روزنامه آژیر که بعد از بیرون اومدن از زندان در تهران راه میندازه، آره مرتب از اندیشه های سوسیالیستی مینویسه و مرتب از رنجی که زحمتکشان و طبقات محروم ایران میکشن حرف میزنه. دل مشغولش اینه. خوبه. یعنی دقیقا هر کمونیست معتقدی همین کار رو میکرد. مسئله به نام دموکراسی نداریم. حکومت شوراها و حکومت پرولتاریا کافی است. وقتی که از طریق این اتحادیه های کارگری انقلابی که کردن سیستم خودشون رو برگزیدن، این سیستم لایتغیره. تو شانس این که بگی نه اینو نمیخوام نداری، بی خود میکنی. به مجردی که بگی اینو نمیخوام، اگه خیلی جهانی بشی معروف بشه ساخاروف میشی. ولی میلیون ها نفر شانس ساخاروف شدن پیدا نکردن، مردن، پوسیدن. خب تو وقتی که میری خورد مالک ها رو زمین هاشون ازشون میگیری و اونها رو با قطارهای آنچنانی 7 روز تو قطار زن بچه رو میریزی تو جایی که بارها رو میریزن میبرن و صدها هزار نفر به قول مدودوف چند میلیون نفر در اون رابطه کشته میشن، باور کنید یک کوچکترین بوی از حتی خودتون رو بکشید نفس بکشید، بوی از دموکراسی اونجا بر نمیاد. یک پنجه آهنین هست، اون همه قدرت دستشه، هر کاری که اون بخواد بکنه میکنه. این
سوسیالیسم علمی است، در قالب به اصطلاح تبلور پیدا کرده و انسجام پیدا کرده در رهبری حزب کمونیست که در رأس اون رهبری هم یه نفر نشسته که هر چی اون بگه باید بشه. حالا ما این امروز اون روزها که جورج اورول ها تکون خوردن، بله مسئله کیش شخصیت مطرح شد. این روزها کیش شخصیت بده، زشته، کثیفه، ولی اون روزها آقای میرجعفر پیشوری از ستایشگران این شخصیت بود که کیشش رو باید میپرستیدن و همینطور هم بود. بله. این که تو نامه ها میبینیم مینویسه رفیق استالین، سیستم اون این ویژگی اون سیستم بود. اگر نه ممکن بود اگر اون نباشه برسه که مقام معظم رهبری که بنده در ولایت شما ذوب شدم، چون این ادبیات نبود، ادبیات رایج اون موقع همین رفیق استالین منتها در عمل و در فکر باید مرید باشی. اون هم مرادی است که در اونجا نشسته. بله متاسفم. در حال اسما تغییر نمیده، مهم عمله دیگه. دقیقاً. بله. در حال همینطور که اشاره کردم استالین پیشوری تمام این دوره ها رو گذروند، تصفیه ها رو شاهد بود، مأموریت گرفت. وقتی که من دارم این صحبت رو میکنم، یه پیشوری که در جنگ دوم در 1941 1942 یه چیزی 1320 خودمون 22 23 25 24 کمونیست حرف نمیزنن، با کسی دربارش حرف میزنم که یک کمونیسته. یعنی از اون روزهای اول، از اون اول من آمنهای لنینه. مشخصا می-نویسه، خطابش ایرانی هاست، میگه تنها راه نجات زیستن، زندگی کردن زیر لوای یعنی پرچم، زیر لوای پر افتخار لنینه. بله. حتی پیش از 1917 این ارادت رو داشت. با پیروزی بولشویکا به این جریان میپیونده و سخت با اونها کار میکنه و باقروف در گزارشی که بخواد اون رو معرفی بکنه به استالین و حزب خیلی جالب می‌نویسه که آقای میرجعفر پیشوری یک آذربایجانی است و در باکو مسئولیت‌های زیادی در حزب کمونیست داشته و از طرف کومینترن به ایران رفته. کومینترن مخفف کامیونیست اینترنشناله که تا نصفه به هم میچسبیش کومینترن، کمونیسم بین الملل. از طرف این تشکیلاتی بود که انقلاب کمونیستی رو میخواست به سرتاسر جهان صادر بکنه اون وقت، و در این کومینترن بود که در رابطه با احزاب کمونیست همه کشورهای در سرتاسر جهان بود. از طرف کومینترن به تهران میره و در 10 سال در زندان رضاخان میگذرونه و بعد در تهران به فعالیت ها مشغول میشه. خدمات زیادی به اتحاد شوروی کرده و به دلیل کارهایی که کرده معروفیت زیادی داره و شانس خوبی است برای رهبری این جریان که ما میخوایم راه بندازیم. این تعریفی است که باقروف از پیشوری میکنه. بله. به هر حال آقای پیشوری این علت این که الان این روزها استدلال سعی میشه که حتما ازش یک شخصیت ملی بسازن یا پانتورکیست بسازن، با بیازرمی هرچه تمامتر میخونی میبینی که نوشته شیخ محمد خیابانی، ستارخان شیخ محمد خیابانی، آیت الله شریعت مداری، سید جعفر پیشوری، جلال خالق، اینها چگونه میتونن با هم
بگنجن. اولا که شیخ محمد خیابانی کسی است که وقتی به مجرد که میفهمه در بالای عرس منطقه اران رو میخوان اسمشو بذارن آذربایجان، عصبانی میشه و اون مطالب رو مینویسه و اون سخنرانی ها رو میکنه و بعد هم ایرانستان رو راه میندازه. خیلی مهم. سخنرانی هاش در همه جا وجود داره، چیزی نیست که ما بتونیم انکار بکنیم. خاطرات یاران شیخ محمد خیابانی کپی روزنامه هایی که اون زمان بود، عین سخنرانی هاش همه موجوده. ستارخان کسیه که میاد کنسول روس پرچم روسیه رو میخواد بهش بده که اونو بالای بامش بزنه که در امان باشه. میگه آقای کنسول، من میخوام 7 کشور زیر بیدق ایران باشن. بله. تو به من میگی من بیام زیر بیدق شما؟ حالا این جمله رو بذاری در برابر جمله‌ای که الان خوندم از پیشه‌وری که تنها راه نجات ایرانی ها زندگی در زیر لوا همون بیدقه. این جهادیستای جنایتکاری که الان در سوریه مشغول جنایت هستن هم با اقسام اسما دارن. یکی لواء الحق، یکی لواء الشامات، لواء العدالت، یعنی پرچم عدالت، پرچم حق، پرچم شامات و از این قبیل حرفا. اون لوا یعنی پرچم. ستارخان میگه من دلم میخواد که هم 7 کشور زیر بیرق ایران باشن. پیشه‌وری میگه که من بهترین راه نجات ایرانی ها این هست که زیر بیرق لواء پر افتخار لنین زندگی بکنیم. بله. یعنی چی؟ تو زیر اون پرچم زندگی کردن تو نمیشه که توی کشور دیگه بشینی بگی من زیر پرچمشم. زیر پرچم یعنی عضو اونجا شدنه. یعنی که تو معنی فیزیکی این کار اینه که بخوای عملی بشه باید حتما بپیوندی به اتحاد جماهیر شوروی تا اینکه زیر پرچمش بشی. یه نفر که توی فرانسه نشسته نمیتونه بگه که من زیر پرچم برزیل هستم، بی خودی میگه نیست. تو باید حتما به اونجا بپیوندی. آیت الله شریعت مداری رو این رأی میکنه. چگونه ممکنه؟ اولا آیت الله شریعت مداری به عنوان یک مذهب روحانی شیعه و یک رهبر دینی، یک مرجع تقلید فراملیه. امیدوارم مخصوصا جوانان توجه کنند. دنبالی نگردید از چنین کسی یه چهره ملی بسازید. فراملی هست. یادمون رفته همین چند سال اخیر چقدر یاوه بر علیه نوروز و چهارشنبه سوری و 13 بدر و مراسم ایرانیت و اینها بعدی میراه به بابک گفته شده. یادمون رفته. بله. خب این نگاه امتیه نه ملت. در نگاه امتی تو این حرفا نداری. اینا اصلا مربوط به دوران جاهلیت ایرانی ها. صریحاً آخوندی نوشتین رو گفت که اینا همه مربوط به دوران جاهلیت ایرانی است. بله. خب البته نمیگم آقای شریعت مداری گفته دوران جاهلیت. نگاه این کسان به مسئله ملیت این چنین است که اونها مقلدین خودشون رو در همه کشورها میتونن داشته باشن. به قول خودش میگفت من به جز ایران در بحرین، در پاکستان، در افغانستان، در کویت تعداد زیادی من مقلد دارم. بله. نگاه امتی است. این چنین کسی مطلقاً نمیتونه به قول استالین بیاد به کاتگوری به طبقه بندی ساب ناسیونالیست برسه. انقدر بیاد برسه کوچک بشه نه فقط ایرانی، بعد از ایرانیت هم رد شه به ترکیت و آذربایجانیت برسه.
یعنی که این آدم سعی میکرد بکوشه به اصطلاح شوونیسم ترک رو رواج بده، ترکیسم رو رواج بده. بله. این وسط شریعت مداری نمیچسبه. وقتی رسالش رو مینویسه، ترکی هم نمینویسه، فارسی مینویسه، میده بیرون، عنایتش به همه مقلدینش فارغ از رنگ و مذهب و رنگ و نژاد و هر چیز دیگه ای. همین مقدار که بهش مقلدن کافی است. بله. ارجی هیچکی نمیده و نمیتونست بده و هیچ مجتهدی نمیتونن. اونایی که خود سنشون بیشتره حتما اون روزهایی که بحث ولایت فقیه در مجلس خبرگان اول مطرح بود شاید یادشون میاد. نامه‌هایی که بین سید احمد خمینی و منتظری و رد و بدل میشد همین بحثا رو میکردن. سید احمد مینوشت آقا جون اگر خیلی جالب بود از ظرافت تاریخی که سید احمد اون موقع مخالف ولایت فقیه بود،